لحظه ها را باید نگه داشت. لحظه های زیبا، عکس هایی از لحظه ها که هزاران حرف برای گفتن دارند. خب عکس میتونه که به اصطلاح ثبت وقایع به صورتی که ممکن است مثلا هر عکاس بر اساس سلایق خودش و برداشت خودش از جامعه خودش یا از فضایی که داره ثبت بکنه و به دیگران برسانه. عکس واقعا در دنیا خیلی خیلی جایگاه خود را داره و ارزش خاص خود را داره. گفتن میتونیم که عکس خودش داستان هست، عکس خودش تاریخ هست، عکس در حقیقت خودش طنز هست. بنیانگذار مرکز هنرهای معاصر میگوید 70 هنرآموز در تازه ترین برنامه آموزشی این مرکز هنر آموختند. به گفته آقای عمرزاد از میان این 70 تن 38 فرد آن در بخش عکاسی آموزش دیدند. قرار بود ما 16 نفر در کورس‌های عکاسی جذب کنیم، ولی تصمیم بر این شد که به جای 16 نفر 38 نفر جذب کنیم در این کورس‌ها، چون مراجعه زیاد بود، علاقمندی زیاد بود. اینجا هنرمندان جوان آثارشان را به نمایش گذاشتند. هنرمندانی جوان که می‌خواهند با هنرشان از مشکلات اجتماعی پرده بردارند. در این ورکشاپ ما بیشتر موضوعات حقوق بشری را انعکاس دادیم که این یکی از همین نمونه هاست. ما یک عکس از کارته پروان از خیمه یک از کوچه ها گرفتیم که در شرایط بسیار سخت و زندگی میکنن. یک عکس گرفتیم کلاپس شده یک عکس و من توسط یک عکس خواستم میره بیان کنم که با وجودی که یک نگاهی از این بسیار دنیای از درد است و بسیار گپاره داره، اما با وجود از دست دختر قلم است. هرچند افغانستان پر شده از مشکلات سیاسی و حمله‌های مسلحانه و کشته شدن عزیزان، اما تنها هنرمندان می‌توانند با هنرشان شما را به تفکر ببرند. تفکری آرام، عمیق و زیبا. حمید فرزاد، MBN.